با درود و عرض ادب، سلام خدمت دوستان عزیز. دوستان تو این ویدیو همونطور که دیدید قرار ایردراپ نوت کوین رو معرفی بکنیم. ایردراپ نوت کوین یه ایردراپیه مال تلگرامه، یعنی تو تلگرام میشه به دستش آورد و همونطور که میبینید سازنده تلگرام خودشن اینجا عضوه. حالا این ایردراپ چجوریه؟ این ایردراپ اصلا ایردراپ چیه؟ ایردراپ ها اینجوری میشه گفت که سهم ها، یعنی هم ارز دیجیتال هایی هستن که قبل از اینکه وارد بازار بشن میان و یه جشنواره میشه گفت انجامش میدن که مردم میان به اونجا یه کارهای انجام میدن و در ازای انجام اون کارها براتون از این کوینش میده. حالا چجوری نو رانش کنیم؟ میاید داخل کانال تلگرامیمون که لینکش رو توی توضیحات همین ویدیو براتون قرار دادم. وارد کانال که شدید اینجا یه پیامی سنجاق کردم. میاید اینجا و لینک ایردراپ هستش. رو لینک که بزنید میره داخل رباتی و اینجا باید شروع رو بزنید. دقت داشته باشید که اگه با لینک ما بیاید همون اول براتون 2500 تا از این کوینه میده. پلی رو میزنید و شروع میکنید. شروع که شد اینجا براتون بالا میاد و میگه که 2500 تا دارید. بعد شروع میکنید به ضربه زدن به سکه. هر ضربه که میزنید برای ما از اون توکنه میده. یعنی باید اینجوری هی ضربه بزنیم تا برای ما از اون توکنه بده. اولش که برای ما یه دونه میده. اونجا هم که دیدید 6 تا میداد، یه دونه 2024 بود. روم بزنید تعداد بیشتری براتون میده. حالا با هر ضربه این در واقع میشه گفت که برای ما یه کوینی رو میده. این پایین یه دونه شکل انرژی مانند هستش که با هر ضربه این کم میشه. یعنی هر بار که ضربه میشه اون کم میشه و هر ثانیه خودش میاره. اسم این انرژیه. بعد این پایین هم یه دونه خط داریم که با هر ضربه زدن کمتر میشه. اسم این باتریشه که باتریش در واقع میشه گفت داره تموم میشه با هر ضربه که میزنیم. حالا این اینجوری نیستش و ما میایم این رو یعنی تا آخر اینجوری نیستش و ما میایم این رو ارتقا میدیم. چجوری ارتقا میدیم؟ از اینجا پایین سمت راست قسمت بوست هستش. بوست رو که بزنیم میایم اینجا میتونید اینا رو ارتقا بدید. این گزینه اول باعث میشه که هر بار که میزنید یه دونه بیشتر براتون بده. یعنی الان من اینجا یه دونه بزنم دو تا برای من میده. قسمت دوم انرژی اسپید هستش که سرعت شارژ شدنش رو بیشتر میکنه. اینم باتری هستش که هر بار که اینو ارتقا میدید در واقع اینجا انرژی باتریتون بیشتر میشه. یکم پیش 1000 تا بود، با الان که ارتقا دادیم 1500 تا شدن و هر بار که میزنیم این باز کمتر میشه. دقت کنید اینجا قسمت ارن هم داره. ارن رو که بزنیم میاد اینجا و به ما میشه گفت که یه چیزایی میدیم و یه چیزایی میگیریم. حالا بیاین پایین ببینید مثلا اینجا میگه که عضو اسکوئر بشید و 5000 تا کوین ببرید. روش میزنید و تمام توی اسکوئری جوین شدیم و به ما 5000 تا از اون کوین داد. یا مثلا اینجا میگه که 10 تا زیر مجموعه بیارید و 1000 تا از این کوین 100,000 تا از این کوینه بگیرید. حالا ببینید خیلی هم معتبره. اینجا اگه بیاین پایین یه دونه قسمت داره تلگرام پریمیوم. 100,000 تا که کویناتون 100,000 تا که شد میتونید بیاید اینجا و این رو بزنید و تلگرامتون رو پریمیوم کنید. همونطور که میبینید الان مال ما حدود الان 7000 تا الان 7000 تاست. حالا این هم اینجا یه چند تا قسمت داره که قسمت بعدی، یعنی الان ما توی برنز هستیم، قسمت بعدی میشه سیلور، اونجا برای ما باز میشه. حالا این چجوری به سیلور ارتقا پیدا کنیم؟ شما هر بار که تو بوست هر بار که اینجا خودتون رو ارتقا میدید این در واقع یه پله به سیلور شدن نزدیکتر میشه. حالا من نمیدونم این چرا شد. نه نشده. تمام.
شما هر بار که اونا رو ارتقا میدید، یعنی الان من هر روز ضربه‌ای که میزنم 4 تا برای من میده. دفعه قبلی انگار شده بود 3 تا میداد. میگم بله من انگار نفهمیدم. اینا رو ارتقا میدید و زیر مجموعه. حالا چجوری زیر مجموعه گیری کنید؟ میایید اینجا قسمت فرندز هستش، فرندز رو میزنید و invite a friend. اینجا براتون یه لینک میده، این لینک این رو کپی میکنید و به دنیا آشناتون میفرستید، اونو میزنه. دوستان حتما اینو بزنید، بسیار آینده داره و پول خوبی میتونیم از این بگیریم. حتما بزنید. موفق و پیروز باشید.